салом алейкум дӯстони азиз. мақсад аз гузоштани ин навори мо айни ҳол дар водии зарафшон ва кулли тоҷикистон хелоҳо кам донашумур мондаанд иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ. дар пеш ки ҷашни 9 майиди ғалаба қарор ки дорад, ҳамин наворҳо шояд ки барои касе ҷолиби диққат бошад, зеро ки аз яке аз иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ аз ҷамоати деҳоти косатарош наворгирӣ шудагӣ аст. Холиқов Маллабой 27 июни соли 1917 дар оилаи Холиқбой Пирназаров ва Қиматой Бадал ва таваллуд шуда, соли 1932 ба хизмати ҳарбӣ даъват шуданд ва дар Финляндия, Олмон ва Украина адои хизмат намуданд ва баъдан дар ҷанги бузурги ватанӣ низ иштирок карда ҳунарнамоиҳо карданд. ин наворҳо соли 2006 ба навор гирифта шудааст. ҳамчун як маводи таърихӣ аз мӯйсафедони гузашта, аз ҷамоати деҳоти Косатарош ва кулли шаҳру деҳоти Панҷакен барои шумо ҳамчун як хотира пешниҳод намудем. агар ҷолиби диққат буд, тамошо кунед. Gapsadan girin. برادران عزیزم، من این آدم خالق ملابای برادر من، ما در یک جا زستگی، در یک جا کلان شدگی، گویا فرزند یک آدم بودیم. خالق ملابای این کس در
39 سال از سفیر ارمیا رفتم. سال 39 سال من لبای به سفیر ارمیا رفتم. در این قشلق یک آدم، یک بچه از شورخان بود که یک بچه بود با همراهی هوای این که از ارمیا برفتم. من لبای در سفیر ارمیا خدمت کردم. سال 41 سال جنگ بزرگ وطنی سر شد. این که در همون جنگ بزرگ وطنی اشتراک کردن. تماما بینام نشان شدن. ما از این کس امید کن شده رفتیم. در این قصه گذشت 7 سال گذشت. بعد از 7 سال از این کس خبرشان زمان آمد. یک آدم خبر آورد، یک نشنیده که من با همراهی ملوای در سفیر ارمیا بودم. بعد همه که تورا پلو تاوی رحیم بای همون سری تیغه شوراباک برفته و دادم چیبانچه گرفتن که ملوای زنده بوده. پرونده بکنم ما باری پرونده چی را میکنم؟ پرونده بکنم با ما گذاری؟ پشمان میداری؟ برادران من سال 1939 مای اکتبر سال 1939 ارمیا سفیر ارمیا من گرفته بود. اقشلاق فیلمندر بدل اسمت الله گفتی یک پسر داشتن نومش اشرفقل نوم داد. کسی ما ارمیا رفته بود همون بچه. انا اونجا بران رفته موز چهری وای با از چارباق یک کس بچه از چارباق بود. انا ایگم بدیم همراه گفتی بود چارباق یک بود. چی کرد؟ یک کس دوست ما فیلمنده یک کس چارباق رسید. اونجا رفته او شهر اوکراینی با انا 130 دیویزیا با 130 با 607 پولکا با خدمت میکردیم اون. گشته بعد از همین نمیدونم آخر سال 1939 جنگ فنلاندیا سر شد. فنلاندیا جنگ فنلاندیا سر شد که شد ما با گشته چند تا دیویزی ارمی تانکوی پیخوت بیو تانکیش توب رفت و گشته ارمی مومم پرکشو که شمونم که جنگ فنلاندیا که شمونم رو بگیر کنم. 130 دیویزی اینمون ما رفتیم جنگ فنلاندیا با. جنگ فنلاندیا با رفتیم راستی که فنلاندیا رفتیم همه پیش رفتیشم خبر رفتیشم نه از فنلاندیا نوشت نه امون. اونجا رفتیم فنلاندیا خواهد تسلیم شد. گفت که من برادران من جنگ نمیخواهم کن. جنگ نمیخواهم کن. من برگشته با برجی که همونم 20 روز اکیره نسی همون فنلاندیا می همون یه سال که باید اون جنگ نکنه بودم. بعد از این برگشته اومدم من باز خودی شهر اوکراین جیار پالتا و شهر همونجا با همونجا گشته با خدمت کردیم. سال 1940 سال 1940 مای آگوست بود مای آگوست بود. گشته من عبدالله همون کمیسیه کرد 24 کسه همون یک ارمیا یک دیویزه چنونه کمیسیه کرد جدا کرد وای بفرسون. شهر کامل گفته اونجا اویاسیونی و شخصی سملوت باید اونجا. شهرتان مثلا سملوت پرفتی. اگر چیکل کرد خودتون همون پرشوت تنیس رو جیان میکنید که
کنیش حملاتان نپیشم من همین که پلیمو باشه خواه مینمیو باشه خواه که میتون دیمسان که باشه تمام انجامشون در کنیسون میره جریوه خمیتات و پرسون قطعیون دشمن ها بسیار اگر پیشگیری دشمن شون پیشم وقتی که اون در سال 1349 که چیل یکی جنگ سر شد گشته بود که مونا با گشته این دهبت نه سملات چه دیدیم نه باشو گشته مونا جنگ که سر کشد چلی موقع شدی گشته مونا بود دیگه ارمی ها و ارلسه جنگ برسه مونا اینجا برسه یک شهر سادی دشمنکا و چیزی برسه اکنون که همه موافقت کنید که همه مثال دشمن اومده هوا نه ترک اونا گفتن انا بعد برای مون همجا خود لب کفرو بینید 15,000 تا یک تنی ارکلی تیرانداز بودیم مون یک برگتی یک برگتی ترکوای برگرده بود یک عده برگتی ارتلیریستی بود و توب بود همه خزمون دعوت گوه که من کفرو دامه جا باشه که ایره که 15,000 تا چند تا برگه باید میشود بعد تلون رو پولک میشود انا همون برگه ها رو تباید میکنیم بعد گشته ما برای خودمون ما هر یک کلوم ما شنجای جای سعید زنی کوفته جنگلو کرده بگیره که دشمن بیاد نه که دشمن نون دشمن میدینم دشمن ما ندینم گشته مثلا یک آدم جواب شما اگر همجا چکر کنم برای خودم با من کنم تا این پروما جو باور میکنه گوه زمینه گوه که خودم همینجا باشد اون طرف تو بلکه تا سوزینی تا پنجکیسه کنه دونوزی نوه گوشی میریم میدیدم و زحمه دیگه چی میگم تو چی مهمون رو جنگتون رو گیتم یک لحظه جنگتون رو گیتم بندنیتون رو گیتم نظراتون رو گیتم رس یک دو سه
قدرت امید کو بر لبت موجی ای پدر با قامتی پیران بالای عصا بر دلت امید کو بر لبت موجی قامتت میلرزد و بشکست تو دستی دعا هر سحر با راهی فردا میگو سلامی مرا ای پدر جان دایما باشد نگهبانت خدا ای پدر جان دایما باشد نگهبانت خدا دستی منو دستی تو بود خنده مسانه من خنده مستی تو بود پیشی چشمم از همه زیبا پدی دستی تو بود ای پدر جان دایما باشد نگهبانت خدا ای پدر جان دایما باشد نگهبانت خدا شبی تو من نایم می نشینی پشت در با دعایت می رسم پیشی تو آگه سفر وقتی عمرم رسند از سایه عمرت قدر نگهبانت خدا هر سحر تا من نایم می نشینی پشت در با دعایت می رسد پیشی شوهرگه از سفر ای پدر جان دایما باشد نگهبانت خدا پدر جان دایما باشد نگهبانت خدا عزیز دوستان مهربان امروز چه روز خوشی است که ما در اینجا دیدار بسیار شخصان معتبر انسان‌های عزیز و مهربان را دیده شدیم این جمع آمد ما به آن صورت است که امروز در این جار فیلمندر فرزندان اشتراکی جنگ بزرگ وطنی انتقای ملابای جشن 95 سالگی این که پیشواز تشکیل کردند بنابراین اما که تقای ملابای انسانی هم که تمام عمر خود را برای خوشبختی مردم دیار ما برای مدافع وطن مملکت سابق اتحاد شوروی خدمت‌های خیلی کلان کردند. در روز اول جنگ بزرگ وطنی
روز اولش اشتراک کردن که آن وقت در اوکراین بودن. بعد از برگشتن از جنگ در فرانت مهنت هم چندین سال در کارخانه، در مکتب، در کان جلال کار کردند. اینا در عرفه این جشن ما 95 سالگی این شخص را قید کرده شدیم. برای همین صفحه اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی سال به سال کم شده است. اینها انسان‌های بزرگ، انسان‌های هستند که جان خودشان را دریغ نداشته برای بخت و سعادت خلق خود خدمت کردند. برای همین در تاریخ اینها همچون یک مدافع کنندگان وطن باقی میمونند. برای همین همین که تاقای ملبای شخصی هستند که در تمام نبردها قریب 17 مرتبه یارادار شدند. در کجا جنگ کردند، در کدام فرانت بودند، کماندرشان کی بود، همینها در یادشان هست و با یک مهر اندازه یاد همه وقت خاطرشان رو میبیارن و در بین مکتب بچگان، در بین کلام رایگشتن درباره همین جنگ خدمت کردگیشون جمع میزنن. برای همین من شما را به این درگاه خیر مقدم میگویم. شما خوب شد که امروز دیدار با یک دیگر رو میبینیم در این روز و ما همه خیلی اینجا التماس میکنیم که من بچه های اسلام خدمت کرده سالن همه برای همین دوره بودن با یک ترتیب انتظام من همه خیلی تکلیف داریم که بردن دوره با معلم همین مکتب جمعه ریاض بسپریم که همین دوره رو برم. بر مکان ما آیا ای دوستان خوش آمدید. همچی گل اندر گلستان زمان خوش آمدید. بر شما باشد مداور این چراغی بزم ما، همچو مه اندر کنار آسمان خوش آمدید. اولا السلام علیکم مهمانان، میزبانان و اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، علال خصوص خالق ملبای. همه شما را در این درگاه خیر مقدم میگویم. خدمهایتان نور دیده و تاج سر. بعدا اجازه فرمایید من از نام کلکتیو آموزگاران مکتب خالق ملبای را به مناسبت روز مبارک 95 سالگیشان تبریک و تهنیت ها گفته با آن پس گفتنی هم که بگذار 100 ساله های دیگر عمر بینم. که رئیس جماعت کاساتراش سلطانقل خالقوف و جانشین دیرکتور گنرالی کارخانه مشترک زرافشان محترم حبیب الله یوروفدی. مرحبا. شکری به پایان صدر اعظم. باور کنید اگر از همین دروازه، از همین درگاه بزرگ، از همین آستانه بزرگ، از همین جای بزرگی که این مرد خیرات، این شخصی که سالهای سینه خود را برای آینده ما، برای خوشبختی ما سپر کردند، در آمدن برای من یک حالت فوق‌العاده، حالت عجایبی بود. خود را از همین دروازه در آمده ایستاده چی گفتنم را حتی گم کردم. نمیدانم که در حق این بزرگوار، در حق این بابای بزرگ، در حق این پدری بزرگ، در حق این نکوکاری بزرگ چی گفتنم را نمیدانم. دوستان عزیز، همدیران محترم، برادران، پیران خیرات، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، پدران بزرگوار، اولا همه شما را با فصل بهار، با فرارسی عید غلبه که من تقریبا بعد از 10 روز ما آن را قید میکنیم تبریک میگویم به همه شما اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، آنانی که برای آینده خوشبختی ما سینه خود را سپر کردید. عمر دراز آرزو میکنم. خواهان آنم که سالهای دراز در سر ما سایبان باشد و تاجیکستان عزیز و کوچک و بزرگ ما
از مهنتی حلال شما، از مصلحت های شما، از اون خدمت هایی که شما کرده درو گرفته یک وطنی بزرگ و یک وطنی عالی قدر بنا میکنن. اما که ملابای، اما که بزرگوار، شما امروز 95 سال عمر دیده. من گمان میکنم که برای این دیار، برای تاجیکستان عزیز، برای همه ما فرزندانتان، برای آن فرزندان میگم که فقط پدر میتواند فرزندش را ایمن نگاه دارد، فقط پدر میتواند فرزندش را محافظت کند و فقط پدر میتواند فرزندش را از دست دشمن خلاص کند. شما نیست، انا همین خیلی پدری بودید که ما را از دست اون دشمن، از دست فاشیسم خلاص کردید. بنابراین پدری بزرگوار، خواهان آنم که شما 100 ساله ها دیگر عمر بینید و همیشه مصلحتچی و مصلحتگر و راهنمای ما باشید. دیگر چه که میگفتم دوستان عزیز، با فرزندان امکی ملابای 95 سال عمر خود را همتون نگذراندند، با وجود آنکه که سالهای دراز در جنگ اشتراک کردن، سینه خود را سپر کردند، در خواجگی خلق جمهور، در خواجگی خلق ناهن نیز خدمت کردند و از خود فرزندان خیلی هم بزرگ، از خود خیلی هم فرزندان نیک را گذاشتند که امروز این فرزندان دستگیر و مددگار این پیر خرد می باشند و بیهوده نیست که این چاره بینی که امروز یک چاره بینی بزرگ را نیز تشکیل کردند. بنابر همین بار دیگر این موسیقی بزرگوار، این پیر خرد را تبریک میگویم. 95 سالگی اتون مبارک شود. گمان میکنم که باز 95 سال دیگر عمر میبینید و از پیران خردی در اینجا نشسته، از همه اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، از دامله های محترم التماس میکنم یک دستی دعا برداشته دعا کنند که فرزندان همین امک ملابای عمرشان دراز باشد، رزقشان فراز باشد و همیشه در خدمت پدرای خود باشند. مرحمت حاجی بابا یک دعا کنید حق فرزندای همین کس که همین خیلی فرزندا هر کس داشته باشد که پدر خودش من همین خیلی یاد کرده است. شکریم. السلام علیکم همدیاران محترم. پیش از همه برای تشکیل و همگان و تمام باشندگان دهه فیلمندر تشکر میگویم که برای این پیر خیرات امروز این طور تشکیل نمودند. من از نام جماعت دیهات، شخصا از نام خودم تقای ملوای را با روز 95 سالگیشون تبریک گفته به این کس عمری سعدیانه و در آینده بازی رستمانه که حاضر از نقدهایشون مقبول گردید از خدای متعال تمنا دارم. من سالهای طولانی است که امک ملبای را میشناسم و باور کنید قریب در چند ماه به جماعت دیهات تا حال رفته دارم و خیلی شخص بزرگند. در جایهایی که خدمت کردند کماندیرهایشون کی بود، با کیها نشستند، نمودی حتی سمالیات ها را تا حال در یاد دارند. من تشکر میگم این چنین پیران خیرتی که در اینجا نشستند از جماعت دیهات ما خیلی بودند و امروز جمال جمع 13 نفر باقی موندند. الها 100 ساله همهشون رو جشن گیریم. با همه اشتراکیان سلامتی را از خدای متعال تمنا دارم. تشکر برای سخنهای صمیمی. دوستان پروردم در دل تمنای شما، تا به مژگانم کشم خاک قدم های شما. در جشن 95مین سالگرد خالق ملابای حافظان دیار حضور دارند. حالا نوبت را به آوازخوان جوان دیارمان محب الله یارف میدهیم. مرحمت.
نمک در کاشیریه تراشد و شکر گردد نمک در کاشیریه تراشد و شکر گردد جگرها خوش شود تاید پسر مثلی پدر گردد جگرها خوش شود تاید پسر مثلی پدر گردد پدر از شب دیر در کودکی دست سر گیرد بر امیدی که در پیری سر دست پدر گیرد پدر از شب دیر در کودکی دستی سر گیرد بر امیدی که در پیری سر دستی پدر گیرد
اشتراک کنندگان توی امروزه اکوی محمدی آبای مالابای خالقوف که اشتراک جنگ بزرگ وطنیان از نام خودم از نام خلق خونگرون جمله کدامی که هم معنی کسیم شروطن از تحت دل تبریک و مبارکباد می نویم. در شأن این که حقا که 9 مای روز غلبه است رفیقان اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی و در این نشستگی برادران از نام خودم از نام همه این نشستگی تبریک و مبارکباد می کنم. غیر از این به همه شما معلوم که خالقوف یکشن وقت در ترانتو در همه جا ایستاده بعد از وقتی که در ساحه کلخوزی اومدن تا آخر عمر 95 سالگی 90 سالگیشون در همین قشلاق و در همین کلخوز و در همین جای کار کردن که محض که همه بوده که رفیقان میدونن. بنابر همین همین خود گفتنی هستم که رفیق خالق سال 100 سالگیشون در آینده همه خلق با تویتی از مبارکباد کنند. تشکر زیاد برای سخنهای نیک. شما نیز به همین سمت دارید. کسی که باوری خلق را ارزنده میگردد به هر کس دوست رو هر خانه را زیبنده میگردد. سخن تبریکی به محرر گزیت زرافشان لقمان جان قربانов داده می شود. مرحمت. امروز من گمان میکنم که نه تنها برای همه خالقوف مالابای بلکه برای تمام مردم دهه فیلماندر جشن و سرور است. همه که مالابای ما امروز با جشن 95 سالگی عمرشان تبریک میگیم و با اشتراک خود در این معرکه بسیار شکوهمند در این سر دسترخوان بسیار آباد همه آرزوهای نیک همه تمناهای دل اظهار می‌داریم. اما که مالابای اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی هستند و در آن کتاب غالبان که سال گذشته با سرپرستی رئیس ولایت محترم قاسم جان رهبرویش قاسمی و رئیس شهر محترم شکربیک دادخواهیش صمدov با چوب رسید و در عرفه عید غلبه دسترسی مردم گردید. در آن کتاب درباره کامیابی های اماکن مالابای نیست، درباره اشتراک اماکن مالابای در جنگ بزرگ وطنی، درباره سهم آن کس در غلبه گفته شده است، ذکر کرده است و این البته نه تنها برای خودشان بلکه برای تمام همین مردم همین دیار یک باعث افتخار و سربلندی است. من یک بار دیگر اماکن بزرگوار با همین روز مبارکشان تبریک میگویم. به این کس دولت پیری آرزو میکنم که همیشه در سر ما، در سر فرزندان، در سر مردم دیها سرور باشند، دعاگوی باشند و جوانان را همه وقت راهبلد و پلیگوی باشند. الهی عمر دراز بینید، یک عمر همراه همه مردم باشید. تشکر. اهدا به 95 سالگی اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی خالقوف مالابای. با امر دل تو ای مرد دلاور برفتی حفظ میهن، حفظ کشور، برایت نام و ننگ دولت خود برابر بود با نام و ننگ مادر. درباره ترجمه حال خالقوف مالابای سخن به استاد محترم
معلم فن تاریخ دهلی فیلماندر محترم یارق داده می شود. مرحمت. این سال 2006 برای تاجیکستان خیلی هم جشن‌های بزرگ در پیش آمد. سال 15 سالگی استقلالیت تاجیکستان، جشن 15 سالگی استقلالیت تاجیکستان، سال بزرگداشتی تمدن آریانی، سال جشن 2700 سالگی شهر کولاب، از آن جمله در دیار ما جشن 95 سالگی یکی از پیران خرد وترین جنگ و مهنت خالقوف ملوای قید شده سال است. سالگیشان از پدر صغیر میمانند، سن 11 سالگیشان از مادر. دوره جوانی خالقوف ملوای دوره صغیرگی پر از عذاب و عقوبت گذشته می باشد. خالقوف ملوای تا دوره به جنگ رفتنشان در کلخاز کار میکنند. بعد سال 1939 هم به ارمیا دعوت کرد میشوند. خود همین سال 1939 فنلاند با اسسر جنگ کرد که خالقوف ملوای در تارمار ارمی فنها هم با موفقیت اشتراک کرده می باشند. بعد از تمام شدن جنگ فنلاند خالقوف ملوای تا دوره 1941 در ارمیا دیویزیای تنکی و دیویزیای حربی هوایی به خدمت میکنند. خیلی خود خالقوف ملوای گفتند روزهای اول جنگ در یکی از شهرهای اوکراین در کاما خدمت میکردند. همین وقت یک باره وقتی که دشمن گرمانی گیتلری اشکنانه هجوم میکند با اینها خبر میرسد که جنگ سر شد. از روز اول جنگ و همین جنگ داخل شده تا به نزد استالینگراد تا سال 1942-43 یعنی تا به نزد استالینگراد با دشمن یعنی در نبرد بودند. سال 1943 در محاربه استالینگراد با موفقیت اشتراک کرده، در تارمار و محاصره ارمی دشمن هم اشتراک کردند. خود خالقوف ملوای میگویند که همین قطر جنگ در نزد استالینگراد سخت و پردهشت گذشته گویا که زمین و آسمان میسوخت، یعنی هم در هوا هم در زمین همه گویا که در جنگ. بعد از تارمار کردن 33 دیویزی دشمن با دشمن زده عقب گردانده میشد، خالقوف ملوای هم از قفای همین دشمن تا به نزد کورسک آریال میروند. تابستان سال 1943 در نزد کورسک آریال دشمن میخواهد که قصاص گیرد، یعنی قصاصی که در استالینگراد شکست خورده بود. در همان کورسک آریال محاربه خیلی هم شدید و سخت شده میگذرد. در همانجا خالقوف ملوای یارادار میشوند. خیلی که خودشان گفتند در ارمی مرکز که دیویزی مرکز که بوای یکی از گنرال های مشهوری سویتی یعنی رکاسوفسکی اشتراک میکرد، این کس در همان ارمی مرکز جنگیدند. در همان جنگ نزد کورسک آریال برای غلبه ارمی سرخ این کس هم با آردن شرف سرفراز گردانده میشوند. لیکن میگم من وقتی که یارادار شدم با بالنیسه غلطیدم، همون آردنم که حجتهاش در همین کسی من در بالنیسه در جای خارفتگی من گاسپیتال گم شد. بغیر از این بعد از زده گرداندن دشمن به عقب تا خاک پولشا، یعنی تا سال 1944 جنگ کنان تا به پولشا رفتند. سرزمین اسسر پورا آزاد شده، بعد اینقدر به پولشا گذاشتند. خیلی که خودشون میگن 4 مرتبه در همین رفت جنگ یارادار شدند. از همه یارادار سخت شدگیشون سال 1944 یعنی ماه اکتبر در پولشا می باشد. و بعد از یارادار شدن این کس گاسپیتال می‌گردند. بعد از گاسپیتال غلطیدن جراحتشون که نقض نمیشد 6 ماه این کس یعنی آتوس میکرد. وقتی که این کس به قشلاق اومد بعد از 6 ماه وقتی جنگ تمام شد همین که این کس قشلاق میمونند. در مدت همین 6 سال خدمتشون خالقوف ملوای با بسیار آردن مدال ها سرفراز گردانده شدند.
بعد از جنگ بعد از برگشته به دیه آمدن خالق و ملوه یک مدت معلم حربی یعنی وینروک شده در مکتب کار میکنن سال 1945 46 بعد از سال 1947 تا سال 1955 در کلخاز حسابچی تبریزی شده کار میکنن. بعد از تبریزی شدنشون بعد از سال 1955 کانجیره برفته تا سال 1972 در آنجا یعنی همچنین کارهای هرخیله میکنن. باز بعد از تمام از جلب تمام اومدنشون باز به کالخاز تا حاضری گاهی که یعنی تا دوره حاضره کارکار اومده سالن. خالق و ملوان سال 1946 آیلدار میشوند. حاضر صاحب 5 فرزند زیاده از 100 نبیره ابیره باشند. حالا هم خالق و ملوان خیلی هم آدمی بقوت آدمی گرچند که 95 دراز باشن هم یگان وقت بیکار خونش میشته نمیتونن. من به سفارش دادن که درباره همین ترجمه حال خالق و ملوان تو برومند میکنی. من خواستم که همین خالق و ملوان با آمده قطعشون صحبت کنم. حیات این مردی خیرت این پیر خیرت پر از حضی و واقعه ها پر از مثال های خیلی هم بزرگ باشد. من با همین سخنم رو با آخر رسانده گفتیم که خورشید بسا جهانگیر شوید 100 ساله شوید و بعد آن پیر شوید. تشکر. با میدان نبرد و آتش جنگ تو یادی روی مادر می نمودی ولی مهر وطن بالا گرفته سرود غالبیت می سرودی. نوبت سخن با نماینده حکومت شهر شکر مرحمت شکر. پدری مهربان ملوای خالقو، شما خیلی آدمی بزرگ آدمی قوی اراده بودید که چند پیش سرور دولت محترم امام علی شریف رحمانوف در پیام خود در مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نسبت مهنت و زحمت‌های شما بر اینها بهای بلند داد و در این سنه برگزار گردیدن 95 سالگی زادروز شما نشانی آن است که در حقیقت شما عمری طولانی خود را پر برکت گذراندید. ما درباره خدمت‌های دوره جنگی شما خیلی معلومات کافی داریم و افتخار از آن داریم که از یک دیه کوچک چنین شخصان بزرگدل به وایه رسیدند و هم با مهنت و هم با یراق مبارزه بردند. بنابر همین در این روز سعید در این عرفه عیدهای بزرگ شما پدر عزیز را از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین شخصا از نام نماینده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین رئیس شهر پنجکین محترم سمدوف شکربک دادخوایویچ صمیمانه تبریک می‌نماییم. با شما عمری دراز و در تربیت فرزندان و نسل امروزه که در قطار آنها ما هم خود را داخل می‌شماریم امید آن داریم که دایم سایبان ما باشید و دایم با بحر پیشبرد جامعه زندگی پند و نصیحت‌های خود را داده استید. خیلی خوب است که مهنت شما پس از سالهای جنگی چطوری که از ترجمه حال شما ما آگاه گردیدیم پر برکت است.
و ما باوری کامل داریم که 8 فرزند شما و همه آنهایی که شما را دیدند و از صحبت شما بهره بردند نیز بهر پیشبرد جامعه، بهر دستگیری کردن به همدیگر دائم آمادند. پدر عزیز، امروز ما میتوانیم درباره شما داستانهای زیادی گوییم، لیکن ما به خاطر میاریم که شما روزهایی بود به ناریزه نان، به برده نان محتاج بودید، چون که آنجا جنگ بود و این جنگ بهر فراغت امروزه ما ثمر بخشید. بزرگان گفتند که گر نباشد گندم و نان آدمی بیچاره است، گر نباشد گندم و نان آدمی بیچاره است، زر به صندوق است و آدم در جهان آواره است. ما تمنای آن داریم که با دعای نیک شما و شما بر این شخصان سال خورده دسترخوان مردم تاجیک پر از نان باشد، دایم معرکه باشد، توی و تماشا باشد. از فرصت مناسب استفاده برده من به کارمندان جماعت دیهات کاسراش و راهبران دیهه فیلمندر و برادر عزیز میرسعید منتداری بیان می نمایم، زیرا زحمت آنها، خدمت آنها برای این جشن پدر بزرگ ارزنده است. دایم در پناه خدا باشید، راحت فرزندان و نبیرگان را بینید. پدر عزیز، بگذار جهان جای دلیران باشد، خانی همه مردمان پر از نان باشد. نوبت به حافظان. نخوردیم امروی ما خوشی تا 11 نیم هست چشمی سر سارشی خطر خطر پیش پای تو بریزم مادرم، خطر خطر پیش پای تو بریزم مادرم. Jakie ciocią
وطن را یاد کردم
تشکر. تو را هر ذره خاکی کشوری خود بود گنجینه و کان زری تو. حمایت کرده میهن ز دشمن خدا باشد نگهبان سری تو. سخن تبریکی اشتراکی جنگ بزرگ وطنی معاون رئیس شورای سابق دوران جنگ مهنت ناحیه پنجکن گدای عبدالرحمن داده می شود. مرحمت. السلام علیکم میهمانان عزیز. ما امروز زادروزی بابای ملبای را جنگ رسیدیم. من از نام رئیس شهر پنجکن سمدو از شورای وتران‌های مهنت جنگی تبریک مبارکباد میکنم. این کسب عمر دراز رزق فراغ میخواهم. اجازت که من کمتر مکافات رایون را سوال میکنم. وقتی آن رسید است که خالق و ملبای و فرزندانشان با آنها جامه پوشانی کنند. مرحمت. اشتراکی جنگ بزرگ وطنی مرحمت کنید. خیستان. شرافов Эрали, Рахимов, Хақбердиев, Гадоев, Раҷабов, Самадов, Таңғатов. Муборак шавад. Рози ғалаба. Mikrofonu te. Kanka tutuyorsun.
داده بعد پناهاتون بخونی اکو خیلی کسا کنه توفه دادم میرون حالا تو باوری آنکه مالا بای ما اینجا شنیدی از اون دستم تو وقت دورت ممنون حالی اکو سلام شد بلندتر حال اکو خونه چی؟ خبر کنید که سه بحث دادن رفقان محترم اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی از نام شما از نام خودم من 95 سالگی عمیق ملبای تبریک و مبارکباد میکنم اینایی 120 سالگیشون رو عید کنیم من برای عمیق ملبای دو سرود همینجا دو بند سرود میخونم حاجتی من در دو عالم جزوی رویت نیست حاجتی من در دو عالم جزوی رویت نیست روزه رضوان من غی رسلی کویت نیست یک دمی آسوده نود این دلی مجروح من لحظه خالی جبزا يتكبويت لي بانقات خاني درام منور میکنی وحكي دوستی در چشم جادویت لي دیدم امروز یک شاعرانی روزا شاعری چون تغرلی زاری دعایتنی آفرین عشقم فرما مرا در کامی هر رگی من گشت دار حاجتی زنانی غیر ذاتی بر بندگان غمخوار نیست آسیا را رهنما جز احمدی مختار نیست. رحمت
کنه دولتی پیری برایت 95 سالی با صفایت ببینی اون 100 سالی دیگر تو دیهت شادی و خرسندی خدایت. نوبت با محیل بلا جان یار افتاده می شود. مرحبا. سر تا به پای قدیر آن یار نازک است. هر چشم که گفت تو گویی تو بسیار نازک است. شما که دلدار نازک هم گوی سخن که خاطی دلدار نازک است یارم مطرب صدا این نغمه دریغ چمینی یارم تکلیف من باغور این کار نازک است همدم یارم اسیر هر دم نوید لاله نسری اچمی دهی یارم باری گوهر نمی کشد این کار نازک است یارم شمای فجای بریم چمی دیگی یارم از گل پیاله ساز کی لبی آن یار نازک است
همدم یارم یارم همدم یارم اسیر بنا چپ راست سر گیرش شما نبود ما کارو تیمی نه شمسی روزگارم قدر خاکساری
از شادم شمسی روزگارم قدم مقصود که تا گیرید داره
هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ ای هیچ زی بحری هیچ مت هیچ دانی که زی آدمی چی میماند و بس مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. سخن تبریکی و مدیر روزنامه شعبه زرافشان عضو اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان محترم ابوالهاشم عبدالرحمنов داده می شود. مرحمت. معلم محترم تشکر به شما. سلامت باشید. دوستان عزیز، مهمانان میزبانانی که از دهه بزرگ فیلماندر، امروز ما مهمانان بسیار بسیار خرسند هستیم، بسیار شاد هستیم. امروز روز تولد بابای تبرک عزیز ما، بابای ملابای، ما شرکت ورزیم بسیار خرسند هستیم، بسیار شاد هستیم. حاضر با بزم بابای عزیز ما از دهه سوجینه یک گروه مهمان آمدن. من هم قشلقهای خدا موقت صحبت کردم، گفتن که بابای ملابای ما کتی سوجنگی ها کتی آیله بازار فقط بسیار بسیار نزدیک. من برای همین سخن گرفتم. من حاضر از برنده دوره یا 10 منوت وقت پرسیدم نزد همین بلندگویک، همین دوست بابای ملابای، خدا رحمت سوجنک بابای بازاربای، کاتب بابای ملابای بسیار نزدیک بودند، رفت آمد داشتند، نان نمک بودند. حاضر همین دوره با فرزندان بابای خدا رحمت بازاربای تشریف آوردن. فرزندی کلانشان اکای اسرافیل را من نزد بلندگویک دعوت میکنم. اسرافیل که کلینگ مرحمت من یارم بکلینگ. بعد دوستان عزیز، من انسانانی که فرزندانی که عزیزی همین دیها من دعوت کردن هستم، خواهش میکنم نزد همین ما بیاند. سعید جان ظریفов دوست عزیز ما، برادر عزیز ما، فخر همین دیهای فیلماندر نزد ما بیاند. بعد استاد محترم ما رئیس ویتران های جمعه کاستراش استاد مرحمت شما نزد ما. بعد همین قشلاق دیهای فیلماندر یک فرزندانی دارد که برای مهمان، برای دوست در کار باشد جان میتند، برای خدمت میکنم. من دیهای فیلماندر بسیار من توی ها خصوصا اشتراک کرده که یک فرزند شما است باطر جان نماشان تولیف باطر جان نزد من بیان دویدن میگردن فقط توی با مرحمت. سعید جان مرحمت دوستم بید، باطر جان بید، اسرافیل که کلینگ. بعد بابا را بابا جان ما را در همینجا دعوت کنیدتان. من اینجا شنونی؟ بابا بید. من اینجا شنونی.
دوستان عزیز سعیجان همین اداره ما رفته ما تکلیف کردن کارمندان حکومت تکلیف کردن بسیار دویدن. من میدونم سعیجان برای خلق برای همین دیها بسیار خدمت کرده ما احترام میکنیم. پروردگار خدا تعالی انسانهایی که سخاوتمند را انسانانی که دست کشاد دل کشاد را دوست می‌دارد. در همین دیها در دیهای بزرگ شماهان همین خیلی فرزندان همین خیلی انسان ها هستند. دوستان عزیز اینا سعید جان اینا استاد محترم ما اینا باطل جان و دیگرها فخر کنم که دیهای فیلماندر و همین خیلی انسانان بزرگ فرزندای بزرگ است. بابای ما 95 ساله شدن. 95 ساله این سن سال همه بهم نصیب نمیکنه. دوستان عزیز این بخت همین انسان است. ما آمده فرزندان همین کس خصوصی کردیم. باره گفتن برنده دوستان گفتن درباره بابام بسیار گفتن بسیار عذاب‌های دیدن همه چیز دیدن. 95 با در آمده فراوان خلق دیدن استقلالیت جمهوری عزیز ما دیدن. بسیار انسان تبرک هستند. الهیم از خدا تعالی همیمان نیت میکنیم همیمان را همین سن سال به پروردگار رساند. سلامت باشتم برای خدمت برای حرمت برای احترام اهل دیهای فیلماندر دیهای بزرگ آدمای بزرگ فرزندان بزرگ ما سوجینگی ها بسیار خوشند هستیم. منتداره اظهار میکنیم. من نیت داشتم که 100 سالگی بابای عزیز ما همین حولی همین خوشند همین بزم با همین دوره با همین بزم با اشتراک کرده دوستان شرکت ورزه خوشند کنیم. حاضر من بباشتان سخن را اکای اسرافیل میتیم از قشلاق من سوجینا این از سخن گویند درباره تاریخی پدرشون و بابای ملبای گفتید. مرحبا اینجا زبان میباشم البته من زبان دولت که زدم اگر یگان کلمه زبان دولت خطا کرده باشم من بخشش میپرسم. یک اساساً دلش یک دل که یک تا باشد و هر چیز خلق یک است. دسترخوان بزم تاجیک به ازبک نمیشد. بزم خصندی برادر عزیز تاجیک به ازبک به تاجیک نمیشد. برای همین ما یک تا خلق هستیم. برای حرمت تاجیکان حرمت دوستان ما اینجا شرکت ورزیم. برام بعد اگاز رو السلام علیکم حرمت آقایlar. Mana yo'qlab kelganingiz uchun sizlarga mingdan rahmat. Mana bizni amakimiz Malaboy mana otamiz bilan bir necha yildan beri birga ishlaylar, yashaylar. Mana bolalarimiz, bizani bolalarimiz ham mana 95 yoshga kirdi amakimiz Malaboy. Rahmat u kishiga, bolalarini ham umrini, rizqini bersin. Hayot tinchlik, sog' salomat yashasin. Mana bizni shu avlodimiz tojik deb, o'zbek deb biron gap emas. Hammamiz bir inson odammiz. Bizga hech qanday gap degan bo'lish kerak emas. Men sizlardan minnatdormanki, mana shu qilgan ishlaringizga rivoj, rahmat deyman. Men amakimiz 100 yoshga kirsalar, shu 100 ga kirsalar kelib biz mana shu dasturxonga xuddi sizlar birga bo'lib mana shuni gaplashib o'tirsak, rahmat. Bularni bolalari ham 100 ga kirsin, qo'sha qarisin, nevara, chevara, evalarni ko'rsin.
hammalariga sog'lik, farzand tilayman. Mana amakimizning 100 yoshlarini tabrik qilamanki, 100 ga chiqdilar. Rahmat sizlarga. Hurmat qilganingiz uchun rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Santo padari شما کتی پدر شما یا پدری همه آدم کتی گویا پدر رو پسر بودم بازار آشیدی که بود. اما ما حاضر خدا باشه کن با بعد از بازار بای پدری هم نخواهی پدری پسر باریم بودیم حاضر با پسرها که چیزه پسرشون هست. اسرافیل هست امون باید بوری باید و گویا که همه بیرم اوکا باش داغر باشد. حاضر فرزند خودم کم نمیدونم همین آیم. هر چقدر سلام میکنم برای چی با اگه پیشم را گشتن نمیتونم نمیرم خونشون در اطراف کلام که همیشه یک آدم سوژینت بینم لیکن همیشه بچه میسم که همه آشنای من ساق سلامت باشد و اینجا اولاق کل خوارزادی بزرگ باید انا هم خوارزادی بزرگ بود گویا که هوا برمه یک فرزن گویا که هوا خشم من به اکای کمارین کسی تایوان خدایا خداوندا اینا همه شونه بچه کسی شونه خانوادی شونه ساق و سلامت خدا نگه دارد پلی با دولت شمن الهی بالای ده ترخانشان خدایا خداوندا همیشه شیر شربت باشد بچه کسی شون صحت سلامت باشد خونه هاشون الهی همیشه توی ترخانه شبن غم دردت ندینن دولتاشون جاده شبن گذشتگانشون پدرشون مادرشون گذشتگانشون خدا رحمت کنن آمین برای بلند خدایا خداوندا شوق و سلام همه بچگی خدا نگه داره الله رحمت آقای رحمت بابا جان رحمت. اکنون استاد شما سعدیه من برادر عزیز عاقبت دوستی رفاقت چه است؟ من همه خیلی دوستان وفادار من بین ازبکان تاجیکان رفت و اومد بین سوجنگی ها بین فیلمندری ها هست. برای همین من شما به همه خیلی منتداری بیان میکنم از نام اهل دیه که رحمت شما با و جوان ها به هم میگم که همین انعنه پدر و بابایان ما رو فراموش نکنن. همین انعنه رفت و آمد دوستی برادری که بین خلق های ما بین دیه های ما بود باز همین جوان ها بود دوام دهند. همین روح خاطر همین گذشتگان با همین رفت و آمد شاد می شود. من از شما همین طلب دارم برادر عزیز. رحمت شما با برای خانهای نیگتان با شما عبدالحاکم رحمت تشکر میگم. الهی عمر شما هم دراز بسط دارید شادی خورسندی زیاد رو بینتان. سلام باشتم. مرمت بابا جان مرمت. همه چی کنه ما تو گذشته رفتم بکن 95 96 به رفته ساکم مرده رفته ساکم اینا با من مساعد من همه چی وسیعت من چی بستونی همه بزرگای خود رحمتی امون بای با اسرافیل بوری بای اولاکل بچهشون باشن خودشون باشن چین هار که خیلی بچه کسی من همیشه با روزی رفت اومد کنن که روح ارواح گذشته و چه شود و غمگین نشودم تا کراموز مقصین افکار تو هستم رحمت بابا جان رحمت ما حاضر اهل دوره ریاد کردیم که زندانی که همه حرمت میکند ما همه حرمت میکنیم دیار دیهای کلمندر تشکر شما با سلامت باشتون همه وقت دوستان از باشتون ما شما را باباهای عزیز خدامان رو همه را 61 سالگی جنگ بزرگ وطن عید غلبه مبارکباد نموده شما با صحت سلامتی آرزو میکنیم کوزیدن نور ketgan گل رنگین tanimaydi muhabbatli kishilar hech qachon qarimaydi kimga nasib qilarkan yoshining yorining vafodorligi yoshi 100 ga yetsa ham sevgisi muhabbati arimaydi salomat bo'lsin rahmat sog' bo'ling arangiz qilaqa تشکر زیاد استاد محترم برای سخنهای صمیمی
به شما قسمت بالیده خواهیم، شررها در دل و در دیده خواهیم. به امیدی که دایم شاد باشید، حیات بیغم و آسوده خواهیم. سخن تبریکی به شیراز امریلا داده می شود. مرحمت. علیکم مهمانان و میزبانان عزیز، اجازه دهید من از نام خودم و از نام اهل عالمان امک ملابای را به روز زادروزم تبریک و تهنیت گفته تبریک و تهنیت میگویم. من میخواهم این تحفه خاطروی را از طرف اهل عالمان تهیه کردم، میخواهم به امک ملابا سپارم. در جوانی دار پیران را عزیز، تا عزیزی دیگران باشی تو نیست. تشکر. دوستان عزیز، امروز خالقوف ملابای 95مین سالگردی بهارشان را گذرانده ایستادند. من بار دیگر این کس را به این مناسبت از نام همدیهگانم مبارکباد نموده گفتنیم که 100 ساله های دیگر عمر بینید. شما دعاگوی همین دیار باشید، همین مردم دیار از دعاهای شما بهره برند. نوبت به حافظان داده میشد. مرحمت.
خدمت کننده مایده جانم دوی میشه آدم دوی اما کم میشه یا سوره در برابر نیاد
kilometre çekim yok.
سری ما گذشت یک روزی دیگر با شعر و ترانه های دلسوزی دیگر یک روزی خدا رفت و سلامت باشه یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر ای مردمی بیدار پناه کن به خدا تا دیدنی بیدار پناه کن به خدا. اشتراکی جنگ بزرگ وطنی معیب گروه دوم مالابای خلق تشکیل کرده شد این را بار دیگر ثابت می شود. ما تهیهگران برنامه یزدان نامان ابراهیم امولوف و خورشید محمدی بار دیگر مالابای واجد را به افتخار 95 سالگی زاده شد. همچنین به افتخار 61 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی شادباش شده برایش تنین صحت روزگار خوش خانه آباد دولتی پیری و راحتی فرزندان را تمنا داریم. باز از سری ما گذشت یک روزی دیگر با شعر و ترانه های دلسوزی دیگر یک روزی خدا رفت و سلامت باشه یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر ای مردمی بیدار پناه کن به خدا تا دیدنی دیدار پناه کن به خدا ای مردمی بیدار پناه کن به خدا تا دیدنی دیدار پناه کن به خدا. امروز گذشت اگر به کام دلی ما تا بی چراغی بخت در منزلی ما شکرانه این دم که خدا میداند فردا چی بود و نقش آب و گل ما ای مردمی بیدار پناه کن به خدا تا دیدنی دیدار پناه کن به خدا ای مردمی بیدار پناه کن به خدا تا دیدنی دیدار پناه کن به خدا. صبح دیگر باد خدا یاری شما قرآن همدم بود نگهداری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما